مشاهده میکنید که اومده بودم فقط یک مداد ابرو بخرم. مداد ابرو تبدیل شد ببینید به این شاپر پر از خرید که حالا برم خونه بیشتر بهتون نشون میدم که چیا خریدم. ولی چقدر این خرید لعنتی روحیه آدم رو عوض میکنه، چقدر حال آدم رو خوب میکنه. شما موافقید؟ دیگه این قهوه رو بزنم بر بدن که انرژی بگیرم، خوابم نگیره، چون که از ساعت 6 صبح بیدارم. خب بچه ها، من رفتم خریدار آوردم. ببینید اینا خریداییه که اون روز تو دست من میدیدین. یکی از خریدا همین بافتیه که تنمه. اینو من اون روز از بنتون خریده بودم که این بگ هم که بهتون نشون دادم بگ بنتون هست. بچه‌ها جالبش اینجاست، نمیدونم شما هم همینطوری هستین یا نه، ولی برای من موقع هایی که به قصد خرید بیرون نمیرم، معمولا من بهترین خریدها و بهترین لباسها رو مخصوصا توی اون شرایط میخرم. من اون روز رفته بودم بیرون حقیقتش برای اینکه یکی از دوستامو یک بار که رسونده بودم چند روز قبلش خونش، نشسته بود صندلی عقب ماشین من و گوشیش رو جا گذاشته بود. چون گوشیش پیش من مونده بود، من رفتم اون روز که گوشیش رو بدم بهش و توی مسیر برگشت، حقیقتش روز آفتابی بود، یادم نمیاد، شاید بارون بود حقیقتش، نمیدونم چرا من وقتی که به قصد بردن گوشیش از خونه رفتم بیرون، واقعا کار دیگه من نداشتم. وقتی که رفتم بیرون دوست نداشتم برگردم خونه، مودم اینجوری بود که دلم میخواست یه کاری بکنم، یه کاری که خوشحالم بکنه و یهویی به ذهنم رسید که من یه مداد ابرویی نیاز داشتم. گفتم که من برم مرکز خرید توی مسیر برگشت خونه مداد ابرو رو بگیرم. دیگه مرکز خرید رفتن همانا و الان کلا تایم حراج هاست اینجا و خیلی خطرناکه کلا به سمت شاپینگ رفتن، به خاطر اینکه کار سختیه دست خالی برگشتن. به هر حال الان پشیمون نیستم، چون همونطوری که گفتم موقعی که قصد خرید ندارم بهترین چیزا رو میخرم. من این بافت رو خریدم، قیمت حراجش فکر میکنم 27 یورو شد. توی حراج من اینو خریدم، حراج 50%. همونجا یک بافت دیگه هم از بنتون خریدم که اینو هنوز استفاده نکردم، هنوز تگش هم روشه. چند خریدمش؟ اینو 25 یورو من خریدم با آفش. ببینید دقیقا همین جنس رنگ دیگه است. این که تنمه سایز اس گرفتم، این یکی منتها سایز XS، یه هوا کوچیک‌تره. پرابشون کردم، یادمه که هر دو توی تن من خوب بود. کلا من بافت آزاد دوست دارم، بنابراین یه سایز بزرگ و کوچیک خیلی فرق نمی‌کنه برام. خریدای من از بنتون همین دو قلم بود، منتها من رفته بودم خرید اونجا مرکز خرید به قصد اینکه برم از کیکو یه مداد ابرویی بخرم، اما رفتن به کیکو به قصد مداد ابرو خریدن همانا و خارج شدن من از کیکو با این 3 محصول اینجا دستمه و این 2 خرید دیگه که الان بهتون نشون میدم. خرید اصلیم که مداد ابرویی بود که احتیاج داشتم، بهتون نشون میدم. من واقعا معتاد به این مداد ابروی کیکو هستم. این رنگ، این مدل، اینو پیدا کردم و همیشه من اینو میخرم که ببینید از یک سمتش یه حالت این شکلیه که این رنگ واقعا خیلی به ابروی من میشینه و من اینو خیلی استفاده میکنم. از یک سمتش این شکلیه، این سمت دیگرش هم که این شکلیه برای مرتب کردن موهای ابرو. این دوتا هم حقیقتش اینقدر زمان گذشته بچه‌ها، من خودم یادم نمیاد که من دقیقا چی خریدم. خب این پنکیک هستش که اتفاقا الان دلم خواست، کلا آرایشم ندارم، زمان مناسبیه که من این چیزای جدیدی که خریدم رو امتحان بکنم. اینم نمیدونم سایه است چیه.
آره اینم یه سایه براقیه. حالا الان نمیدونم خوب میتونم من اینو نشونش بدم بهتون یا نه. اینم یه سایه براقیه که چون توی کیکو معمولا حراجای خوبی هست، همیشه یه حراج آدم پیدا میکنه تازه بماند که دیگه تو تایم حراج آدم بره. معمولا همیشه لحظه آخر وقتی میری دم صندوق یا یه چیزی خودت میبینی خوشت میاد یا اینکه همیشه اونا یه چیزی بهت آفر میدن دم صندوق وقتی میری. هیچ وقت دست از فروش بر نمیدارن. واقعا خوشم میاد، استراتژی فروش قوی دارن. امکان نداره بری پای صندوق توی کیکو بخوای حساب بکنی و نگه بهت اینم دارم و تو حراجه یا فلان چیز مثلا قیمتش خیلی استثنایی خیلی خوب شده و واقعا هم میتونن بفروشن. به خاطر اینکه من وقتی که رفتم دم صندوق به من گفت ببین این کیف لوازم آرایش که توش مثلا ببینیم توش چیه، حالا بهتون نشون بدم، که توش 3 تا رژ رنگای مختلف هست، کیف با تمام این 3 تا رژ محتویاتش شده 8 یورو. خب گفتم خیلی مفته دیگه. حقیقتش گفتم خیلی مفته دیگه. حالا نیاز خاصی هم به این قضیه من نداشتم. گفتم یا استفاده میکنم، اگر بخوام استفاده بکنم چند بخوام کادو بدم یه موقعی، واقعا قیمتش خوبه دیگه. من یه عادتی که دارم موقعی که تو کیکو مخصوصا میرم حراج چیزی پیدا میکنم حتی اگه نیاز نداشته باشم میخرم، چون بعدش اگه یه موقعی خواستم برم ایران نیاز به سوغاتی داشته باشم اینا همه به کار من میاد. حالا ما این رژاشو ببینیم چقدر بسته بندی خوشگلی دارن. رژاش کوچولوه. من خیلی رژی نیستم حالا به هر حال anyway همیشه خریدای اینجوری بهترین خریدای من میشن و هر وقت این مدلی من چیزی خریدم ایران به کسی کادو دادم یا خواهرم اومده اینجا بهش دادم همیشه کلی خوشش اومده. حالا من میخوام اینا رو انگار که این 3 تا رژ نمیدونم ظاهری که دیدم انگار نه شماره ها رو که نگاه میکنم فرق میکنه. از اونجا که خیلی من رژ باز نیستم نمیدونم چرا ظاهرا رنگا برام یه جور میومد اما دیدم که نه شماره هایی که تهش نوشته فرق میکنه. اینم رژ سوم، نه اینم واقعا معلومه که رنگش فرق میکنه. رژ خیلی کوچولویی هستن ها. من دستم میذارم انگوش کوچیکه، دست من نسبت رو ببینین چقدر کوچیکه ولی واقعا هدیه قشنگی میتونه باشه. اینم که محلول 2 فاز شستشوی آرایش و حتی به هم برای صورت و هم برای چشم مناسبه. من حقیقتش این چیزایی که تست کرده بودم روی دستم لحظه آخر بعد از اینکه حتی دیگه حساب کرده بودم می‌خواستم بیام بیرون گفتم میشه یه چیزی به من بدید لطفاً که اینو تمیز کنم. گفتش که برو راحت باش اونجا همه چی برای مثلا شستشوی آرایش و اینا چیزایی که تست کردی هست، هر چی که نیاز داری و خودت راحت بگیر و استفاده بکن. این اونجا بود تسترش بازش من استفاده کردم دیدم عجب واقعا شستشو دهنده ایه. حالا من برای شستشوی آرایش از محصولات شرکت خودمون استفاده میکنم از سویسکر. رفتم کرم شستشوی آرایش خودم رو آوردم. ببینید این محصول واقعا عالی و بی‌نظیریه که من استفاده میکنم برای شستشوی آرایشم از شرکت خودمون. اگه شما نمیدونید و اولین بار توی این ویدیو با کانال من آشنا شدید بدونید که من 1 سالی هست که برای شرکت سویسکر کار میکنم و این محصولات بی‌نظیر آرایشی، بهداشتی و ولنس رو من خودم تو کار فروششون هستم. اما من همیشه برای چشم احساس نیاز به یک محلول که کرم نباشه، جامد نباشه، خمیری نباشه احساس نیاز میکنم و متاسفانه شرکت ما برای شستشوی آرایش کرم رو فعلا داره. قبلا محلول 2 فاز رو داشت ولی متاسفانه لاین تولیدش متوقف شده و چون از شرکت سویسکر من دیگه دسترسی به محلول برای شستشوی چشم نداشتم دیگه از کیکو خریدم. اگه نمیدونید ما توی سویسکر لاین آرایشی خودمون رو هم داریم. رفتم براتون آوردم که اگه کنجکاو شدید بدونید اینا. ببینید مثلا این ریمل خود سویسکر هست یا مثلا این رژ هست یا مثلا این بازم مداد هست
ما لاین آرایشی داریم، ولی محصولاتمون چون خیلی محصولات ارگانیک و سالمی هستن، از مواد شیمیایی توشون استفاده نمیشه، محصولات خیلی گزیده‌ای داریم. برای لاین آرایشی مخصوصا از نظر تنوع رنگ، تنوع کارهای ما کمه، بنابراین ناخودآگاه من یه موقع‌هایی یه چیزایی هست که نیاز پیدا بکنم خارج از لاین آرایشی سویسکر مجبور میشم به خاطر تنوع رنگ، یا مثلا مداد ابرو، واقعا من یک رنگ خاصی به ابروام میاد که من نمیتونم این اجازه رو به خودم بدم که حتما فقط از سویسکر استفاده بکنم. علتش همین فقط تنوع رنگه که یه موقع‌هایی من میرم به سمت خارج از لاین سویسکر، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداره. خب بچه‌ها، من دوربین آوردم اینقدر نزدیک گذاشتم به خودم چون این کنارش یه آینه هم گذاشتم اینجا و تصمیم گرفتم این لوازم آرایشی که جدید گرفتم رو تست بکنیم با هم دیگه، به شما هم نشون بدم. اولا که بهتون بگم من خیلی واقعا اصلا میتونم بگم آرایش کردن بلد نیستم، بنابراین این فقط شیر کردن تجربه خودم با شماست. اصلا فکر نکنید که من حتی ذره این جسارت رو به خودم نمیدم، این اجازه رو به خودم نمیدم که بخوام آموزش آرایش کردن بدم. من صرفا چیزایی که خریدم و چیزایی که دارم تجربه خودم با شما شیر میکنم. برای شروع از کرم مرطوب کننده کرم صورت روز و شب 24 ساعته سویسکر شروع میکنم و همونطور که میبینید من خیلی این کرم رو استفاده کردم و واقعا میخورمش و خیلی دوستش دارم و خیلی ازش راضیم. از این بیلبیلک‌ها داره برای برداشتن کرم که من خیلی خوشم میاد. از این وسیله برای شروع پوستم رو حسابی چرب میکنم، اینو حسابی پخشش میکنم. بشه ریمل سویسکر. نظرتون چیه بچه‌ها؟ چطور شدم؟ خیلی خودم اصلا به خودم با پنکیک عادت ندارم. من هیچ وقت به جز کرم مرطوب کننده که برای سلامت پوست میزنم، کرم پود، پنکیک، چیز آرایشی بیس صورت اصلا عادت ندارم. مدت ها پیش اومد که دیدم که حراج بود، وسوسه شدم که بگیرم ببینم چطوریه. خب بچه ها، من تصمیم گرفتم که بقیه آنباکسینگ ها و بقیه شاپینگ ها رو توی ویدیوهای بعدی بهتون نشون بدم، به خاطر اینکه فکر میکنم بیش از این ویدیو طولانی. مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. ماچ به کلتون، توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.